حاجت خیلی خیلی مهمی داری. تا به امروز هر دری رو که بهت گفتن زدی ولی نشد، حتما این ختم 41 روزه بسم الله الرحمن الرحیم امتحان کن. هر حاجتی که داری نیت کن. خونه میخوای، آرامش میخوای، ثروت میخوای، کار خوب میخوای، رزق و روزی فراوون میخوای، جوون گمراه داری، زندانی داری، هر حاجتی که داری فقط نیت کن و 41 روز این ختم بسیار بسیار ساده ولی مجرب رو انجام بده. بهتر این ختم از روز یکشنبه شروع بشه. اگر از روز یکشنبه شروع بشه، اتمام این ختم 41 روزه میشه جمعه. بعد حاجت روایی انشاءالله روز جمعه یه بسته خرما خیرات کن. طریقه این ختم 41 روزه بسیار مجرب و کامل تو کپشن نوشتم. به عشق این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم این پست رو بفرست، حداقل برای 7 نفر. اگر قرار با من همراه باشی تو این ختم 41 روزه اسم قشنگ تو برام کامنت کن.